تاجیکستان باپش جماعت ظفر و جماعت خراسان. السلام علیکم. اکم خیلی خوبه که اینجا که چیکار کرده سی اکم؟ اکای ظهوربک فاروق نعمت در شبکه یوتیوبی ترین حاجی عزیز آوردگیم برای کاری انمی امر خیر. سنگ برای زسیبکه فرما اومدیم نیست. اونجا میریم او راه خور کولوب خطلون خوجان گوشه تاجیکستان. نوشین ما میخوام برای شما شهرها را ایشان بدم که امروز همه نفر کوشش میکنن از همه جای تاجیکستان آمده در بر ما راست شوند. در برابر شما شادیم خرسندیم. نقطه‌اش در جماعت ظفر و خراسان قرار داریم که از 12 و از 5 کیلومتر راه رو که شاهراه حساب می شود در نویت وطن دارم. سلام درود بر شما. الحمدلله دیروز به ما خبر اومد که بارهای ما از اگیپت رسیدن یکم دست. الحمدلله وقتی که از مصر میبیاید انا همین گونه میبیاید ما میگیریم اپاکوفکا میکنیم برای شما پیشنهاد میکنیم سر میکنیم از انا همین ماست برای پیسی بهترین مزه برای استراخاندروز و روماتیسم مزه شترمرغ و اینچنین اینایش را توصیه میتیم. برای راههای نفس هم هوی کردن برای زکام برای گریپ بهترین اسپری میباشه و اون نفرهایی که اذیت میکشن از خورش دست اینای بهترین مزه برای نرک‌های رو برای پریشه این را توصیه می‌کنم. اینجا بهترین مزها هستند. برای معلومات بیشتر شما می‌توانید که در رقم‌های ما مراجعه کنید. ان شاءالله دکتر برای شما عادی کردن می‌فهماند. مغازه سیارت‌شو در خدمت شما ای بندگان خدا. مزهای ما از اگیپت و هر کجا. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستیم تنسیت و خانواده هستین. امروز حضور داریم در ناحیه فرخار جماعت ظفر و جماعت خراسان. تشریف بلوگران به ناحیه فرخار امروز ان شاء الله ما با باوری کامل گفته میتونیم که جوان مردای هستن که دلشون به این وطن و ملت میسوزن. امروز اومده در بر ما راه شدهسن و میخواین که حصه خود را در این راه نیز سهمگذار شوند برای آبادانی. نگفته نماند اکای فاروق جان و اینچنین بنده اکای ظهوربک فاروق نعمت در شبکه یوتیوبی دهقان بچه نیست در شبکه یوتیوبی هر دی برادرها را شما دین بگیم به ناحیه فرخار. اولا چی شما را اکا وادار ساخت که امروز از ناحیه دوردست عینی تشریف آمدین به ناحیه فرخار باستانی؟ میگه که اگر مهر و محبت وطن در دل جوش زند تو تاجیکستان رو به قسمت ها پاره نسازی همه جا دانی که وطن توست و پیشروی از سیاست و تمدن امروزه سازی هر کجای برای آبادی است تلاش است. ما تاجیکستان را دوست می‌داریم. فرخار، کولوب، خطلون، خوجان گوشه تاجیکستان است. عهده داریم برای آبادیش سهم گذاریم. سلامت سروالا باشین. اکا ظهوربک جان آباد باشه رحیم جان. ما در قطار انمی مردمی جماعت ظفر و این چند دهه‌ای که با شما پیوست است برابر شما شادیم خرسندیم و مینداری خود رو با تمام انمی مردمی که دست جمعونه در بر شما راست شدگی آباد کرده استن مینداری خود رو میرسونم. آباد باشید همیشه با پیش ما هم در بر شما راستیم. هر چیزی که از دست ما میاد شما فقط فرمایش. سلامت سربلند باشین. شخصا مینداری خود رو با تمام نفرانی که در انمی کاری امر خیر سهمگذارن میرسونیم و با شما برای کار خونیم. انشالله از یوتیوب کانال فاروق نعمت و اینچنین دهقان بچه نشر نوار پوره راه جماعت ظفر و اینچنین جماعت خراسان ناحیه فرخار رو میتونید که تماشا کنید. خداوند نگهبانتون. تماشای با فراغت. هم خبری این اکا جان ما نگاه کنید. السلام علیکم. اکم خیلی خوبه که اینجا که چیکار کرده سی اکم؟ دوستان عزیز با دعوت ما برادران عزیز حضور دارند در ناحیه فرخار. برادران عزیز نگاه کنید که کتاک بهترین حاجی عزیز آوردگیم برای کاری انمی امر خیر. امروز برادرها شبای روز کار میکنن و اینجا شتابی ما یعنی جای خوبی بچهای امروز واقعا هم خوشحال هستیم که امید کلان داریم برای ساختن و بنیاد راه جماعت ظفر جماعت خراسان. تشریف ما و اینقدر نوارای ما پرتختن به کدام خاطره که بسیار برادرها از ما خواهش میکنن و میخوان که در کار خیر جاری سهمگذار شوند. مرحمت این ایره خیر جاری میگن سهمگذار شین. ما میفرم برای شما شهرها را ایشان بدم که امروز همه نفر
کوشش میکنن از همه جای تاجیکستان آمده در بر ما راست شوند در این کاری امر خیر ان شاء الله که در نصیب و روزی او هم در نامه اماشون نوشته شود. نگاه کنید دوستان عزیز، رفت کار در ناحیه فرخار جماعت زفر جماعت خراسان. نگاه کنید که طرز کار کردن گریدر ان همین راه را به دو طرف تقسیم میکنن به خاطر عمره رفتن. نگاه کنید همه قدر کتاب میرسن جایهایی که بلند است، از نمانش بسیاری بلند با میگیرن نماینده ایستادگی است رفت هست که بلند کن. نگاه کنید در گرمی نگوشته آفتاب نگوشته کار میکنن که راه در یک صفت خوب بهتر بیاین. نگاه کنید چون اون که خیلی خوب عذابی تای نمودن این راه ها با کاملی مردم دیگه بولشویک حرکت کنین. انشالله هر یک سنگی که رفته سه صاحب اجرش در نامه اماتون نوشته میشه. انشالله که حرکت کنین. وقت کم موندگی جای ننگ ناموس های هیچ وقت جای دیگر نمیان وطن ما رو آباد کنن. میکنیم انشالله برای خودمون صدقات جاریه میشه. اینا ماشاءالله ای بچه دو دا بی اینا مهنت کیسه الحمدلله. دوستان عزیز السلام علیکم. روزی هر یک شما بخیر شده باشه. نکفته نیست شغله سنگ برای زسیبکه فرما اومدیم نیست اونجا میریم او راه پرابلم هاش بالا بی دریای خودمون میریم ای درون پلی خودمون دعاگو باشین انشالله یگان سنگای خوب بیاویم که خدمت خوب کنه بهترین میشه برایمون. در حق ما دعا را فراموش نکنین. اینا رفته سیم اینا کما نگاه کنید. مهنت شرف های اینا انا مردم جماعت زفر دهه نوبادی بالا تمام مردم ناحیه فرخار نگاه کنید. با شبکه دایم اینجا شم ریختیم امجا را کیو داره که چقدر در نیم ماشین میدر اومد اینا ببینید در نام جانم بهترین نوشید حرکت کنید. مردم پول پارتوی را سر کنید نوار همه گروه دا روی کنید انشالله بهترین است. السلام علیکم دوستان عزیز، تشریف بلوگران به ناحیه فرخار برای آبادانی راه. السلام علیکم مردم سربلند تاجیکستان. ما در ناحیه فرخار انیخترش در جماعت زفر و خراسان قرار داریم که توسط حکومت ناحیه در اساس دستور سفارش های سرور دولت محترم جناب عالی امام علی رحمان که به واسطه برای سازندگی و بنیادکاری همه وقت هدایت میسازن مردم رو با هر کار همت بسته گردد اگر خوری بود گلدسته گردد. ما از سیاست پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان پیشه گرفته پیروی کرده زیاده از 12.5 کیلومتر راه رو که شاهراه حساب می شود در ناحیه فرخار. ای وطن یاد زیروی گل ماهت نکنم. میگم که منم داراترین آدم وطن دارم. وطن رو تنها با گفتن نه با قلب دوست میداری توسط رفتار نشان میدی تا چه اندازه صادق برای دوست داشتن وطن هستید. ما جوانان افتخار از آن میکنیم که گوشه وطن اجدادی خیش را در یک جایگی آباد و زیبا میکنیم. تاجیکستان با پیش